الان چک کردیم که ما کلن خدا رو شکر هیچ دگیری ندیدیم. خدا رو شکر. یعنی زایده ای دیگه الان نداری؟ نه خدا رو شکر. هر روز یه لیوان شب من همسرم مصرف شده. من در عرض 2 ماه مصرف کاملا از بین رفتم. من سریع به این قضیه فهمیدم ها. من متوجه شدم سریع به این قضیه. من کاملا از بین رفتم. باید اوج اگه صبح نکنم 7 میرفتم برای آزمایش. نرفتم برای کولونوسکوپی تا هفته پیش بود. من 2 تا قسمت از سر رحمم به یه مقدار این با ویروس درگیر شده بود. که خدا رو شکر هفته پیش که رفتم کولونوسکوپی کردم یکیش کاملا از بین رفته. 6 ماه مصرف کردیم، خیلی خوب بود، خیلی راضی بودیم. بعد 6 ماه البته ماه هفتم بنده رفتم آزمایش دادم و کلا آزمایشم منفی اومد، چون دوره اول که آزمایش داده بودم تیپش مشخص شده بود، دوره دوم کلا منفی شده، یعنی ویروس از بدن من به طور کامل خارج شده بود. مزاحمتون شدم. بعد موقع خواستم بهتون بگم که من امروز رفتم جواب آزمایش HPV گرفتم، واقعا منفی بود. خیلی خوشحال شدم، باورم نمیشد اصلا. به خدا همش دارم گریه میکنم از اون موقع تا حالا. دستتون درد نکنه، ممنون که این محصول رو به من معرفی کردین. خیلی خیلی ممنون ازتون. راستش رو بخواین اول قضاوتتون کردم منو حلال کنید، گفتم شاید این محصول الکیه، شاید تأثیری نداره. تقدیسی، من از محصولات شما استفاده کردم و دوره درمانی ما تموم کردم و ضایعه ها کلا از بدنم حذف شد و خیلی هم راضی بودم. بگیریم که بله کاملا دیگه مطمئن بشیم که واقعا از بین رفتن. انشالله که از بین رفتن. انشالله که همین اتفاق هم آزمایش مونده. بزرگوارین شما. متشکرم بابت همکاریتون آقای جوانگیری.